مفید و با ارزش را جمع‌آوری کرده بودن و خدمت شما دوستان ارائه کرد. گرچه وقت کم زیادتر بود ولی چیزای مفید و با ارزشی بود که میتونه آدم یعنی در هر مقطعی از استفاده بکنه. گرچه وقت تقریبا به پایانه ولی صحبت کننده مانده هم ما فقط مختصرا میگم که در مورد افغانستان تاریخ نویسای زیادی خصوصا در باره وقایع دوران عبدالرحمن چیزهایی را نوشتن، اما خود مردم افغانستان و تاریخ نویسا در کل بر این باور هستند که هزارها زود تسلیم عبدالرحمن شد، ولی این خود نظام حکومت و سربازای دولت بود که سیستمی را به وجود آورد که تا هزارها را مجبور ساخته قتل عام بکنه یا فراری بتن یا از خاکشان آواره بکنن، چنانچه که آقای اسد بودا گفتن که یک سیستم یا یک برنامه اقتصادی طرح‌ریزی و برنامه ریزی شده بود. بنابراین ما در این قسمت از جناب دکتر صاحب شاران رئیس شورای جهانی هزاره تقاضامند هستم که تشریف بیارن و در مورد این مسائل مختصرا معلومات را خدمتتان ارائه بکنم. آقای دکتر باز سلام و درود بر روی هزاران انسان مظلوم قربانی نسل کشی و جبر و ستم حکومت عبدالرحمن خان شدند و سلام و درود به خواهران و برادران ما که در سرتاسر افغانستان به جرم باورهای مذهبی و تعلقات قومی و هزاره بودنشان در بازارهای مختلف افغانستان به عنوان برده و کنیز به فروش رسیدند و سلام و درود به کودکان مظلوم و یتیمانی که در دستگاه ظالمانه حکومت‌های عبدالرحمن خانی افغانستان جبر و ستم دیدند و سلام و درود به بزرگمردان کوه بابا و تمام قهرمانان وطن که در گوشه گوشه از وطن به خاطر برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و استبداد برخاستند و تا آخرین رمق مبارزه کردند و سلام و درود به رهبر شهید بابا مزاری منادی حق و عدالت و برابری در افغانستان و تمام کسایی که برای عدالت خواهی در این خاک جان خود را ایثار کردند. جا دارد اول از همه به نمایندگی شورای جهانی هزاره از انجمن سلسال و شامامه کمال سپاس و قدردانی رو داشته باشم که زمینه برگزاری این نشست و کنفرانس را فراهم کردند و موضوعش را روی یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی قرار دادن و طبعا همونطور که دوستایی که کارهای جمعی کردن برگزاری این چنین محفل کار آسانی نیست و وقت و زمان زیاد میخواه، انرژی زیاد میخواه که واقعا من از عزیزان نهایت قدردانی و سپاس دارم و امیدوار هستم که انجمن‌ها و نهادهای دیگه‌ای که در جاهای مختلف هستن بتونن الگو گرفته و کنفرانس ها و سمینارهای مشابه را برگزار بکنن. به خاطر وقت خیلی کم است، فکر کنم قرار بود ساعت 3 خلاص فعلا 3 و 15 دقیقه است. من سعی میکنم که بسیار کوتاه و مختصر وقتتان بگیرم. بزرگواران ما جناب استاد آج کاظم یزدانی شخصیت برجسته ملی و تاریخ نگار ما، جناب استاد واعظی، جناب استاد بودا و خانم محبه راحلی صحبت‌های خیلی دقیق و مشخص داشتن. مگر چه حوزه تخصصی خودم نیست و خود جسارت نمیتونم که صحبت زیاد بکنم. صحبت تخصصی دوستا صحبت‌های خاص خود داشتن و طبعا توانایی سخنرانی ما خب به هر حال به هیچ وجه به روانی و فصاحت استادایی که صحبت کردن نیستن، ولی بسیار کوتاه روی چند موارد بسیار خلاصه صحبت میکنم و امیدوار هستم که وقت شما رو نگیریم و اگر پنلی بود سوالاتی بود میشه که در اون قسمت زیادتر در بخش میزگرد هم بحث بکنیم با هم دیگر. مسئله اولی را که من میخوایم روش صحبت کنم مسئله آمار قتل عام هزاره است. ما همیشه در کتب میخوانیم یا اگر شما یک گوگل بکنین، البته فارسی انگلیسی خب متاسفانه کار کم شده ما نداریم مطلب، یا سویدنی خب من گوگل کردم هیچ چیز نیافتم که یکی از کارهایی هست که
انجمن سنسال و دیگر انجمن‌هایی که اینجا هست، نمایندگی شورا و دیگرها کار بکنن روی زمینه که مطالب بیشتر به زبان‌های بین المللی و زنده داشته باشن، اونام از وضعیت ما با خبر باشن. ولی وقتی به فارسی گوگل بکنیم میگن که درصد قتل عام هزارها 62% است. برای خود من خیلی سوال بوده همیشه که واقعا یک رقم واقعی است یا یک رقمی هست که بر اساس یک سری احساسات به حساب نوشته شده و یا سیاسی است. این واقعا واقعیت امر چی است؟ تا جایی که من به یاد دارم، اگر اشتباه میکنم استاد یزدانی مرا تصحیح بکنن، اولین بار این مسئله 62% قتل عام هزارها را جناب استاد دولت آبادی در کتاب هزارها پناهگزینی و کتمان هویت مطرح کردن و دلایلی رو که در اونجا آوردن بر اساس خود سراج تواریخ است که ارزیابی را از اونجا شروع کرده. من خودم شخصا سراج تواریخ دیدم و سعی کردم که اون بخشی که جناب دولت آبادی کوتیشن داده رو پیدا بکنم و ببینم که مسئله از چه قرار است. در جلد سوم بخش دوم سراج تواریخ وقایع سال 1312 هجری قمری این چنین آمده: و هم در این وقت از عریضه ملا محمد سعید قاضی و ملا محمد نظیف مفتی محکمه شرعیه هزاره بهسود که مردم آنجا را به امر و فرمان حضرت والا به قید شمار آوردن، حالا رأی والا گشت که از 20,000 خانوار 6,400 خانه که پای گریز ایشان به زنجیر منع حکومت بسته بود در مسکن و ماورای خود مانده 13,600 خانوار فرار و گرفتار و قتل و غارت شدند. در اینجا که ببینیم میگن که صحبت عزیز که 20,000 خانوار در بهسود قبل از شروع جنگ ها وجود داشتند و بعد از جنگ ها وقتی امیر عبدالرحمن خان فرمان میده که سرشماری شود به خاطر مسائل مالیه، بعد از 2 سال میبینن که در حدود 6,400 خانه باقی مانده که اگر ما یک حساب کتاب بسیار کوچک بکنیم این میشه 68% جمعیت بهسود در اون موقع چی شده؟ از فراری شدن و زمینایشان گرفته شده و به دیگران داده شدن. این در حالی است که طبق شواهد تاریخی بهسود همونطور که استاد پیشتر گفت کمترین آسیب دیده نسبت به ارزگان، نسبت به نقاط مرکزی افغانستان. و بعد در قسمت مرحوم میرغلام محمد قبار هم مطلبی که اونا داره در کتابشان خدمتتان میخوانم. گفته ولی این شورش طور فجیع و با قساوت از طرف دولت خاموش ساخته شد که به هزارها خانوار مردم در ماورای جیهون و ایران و هند انگلیس فرار کرده بودند. حکومت انگلیسی هند از فراریان در فوج عسکر منظم تشکیل کرد. وقتی بقیه مردم هزاره بعد از ختم جنگ‌های 2 ساله به مسکن خود برگشتند، آنقدر کم بودند که مثلا از 20,000 خانوار بهسود فقط 6,000 خانوار باقی مانده بودند. تمام قلعه‌ها و مساکن مردم هزاره تخریب و مزارعشان پایمال شده بود. طبق امر امیر هزارها دختر و پسر بیگناه هزاره در داخل افغانستان و هم در ماورای سرحدات شرقی افغانستان فروخته شده. مظالم امیر در هزارجا سابقه در تاریخ کشور داشت. خب میبینیم که خود مرحوم میرغلام محمد قبار هم ایره تاکید میکنه. ولی آن چیزی که در اون دوره‌ای که جناب دولت آبادی کتاب خود نوشته کردن دسترسی نداشته، قسمت تتمه سراج التواریخ جلد 3 است که چند سال پیش چاپ شد و فعلا وجود داره. در اونجا یک جای دیگه کوتیشن آمده، یعنی موضوع بسیار چیز دقیق تری اینجوری مطرح میکنه. در اونجا آمده در تتمه جلد 3 بخش 2 نوشته که تا سنه 1322 که 1904 میلادی باشه قریب 400,000 خانوار هزاره را از موطن و مسکن ایشان به هر نوعی که دانست و توانست خارج ساخته، از قرب قندهار تا جوار مالستان و هزاره بهسود و سپاه دیزنگی و نیلی تمزان، اگر درست تلفظ کرده باشم تمزان، و دایکندی در هر یک از طول و عرض 150
از مواطن هزاره دای خطان، دای چوپان، دای مرداد، دایه و پولاد را به افغانان داد و هزارگان فراری شده از 110 الی 20 خانه جان از داخل افغانستان به سلامت در خارج چون خراسان، ایران، ترکستان روسی و بخارا و پنجاب و هند و بلوچستان بردند. خیلی اینجا در این قسمت چی میگه؟ میگه 400,000 خانوار هزاره تا 1904 چی شده؟ اینا به خانمان شده، زمیناشون گرفته شده. حالا شما ببین اگر ما آمار هر خانوار 5 نفر در نظر بگیریم که به نظر از من خیلی خانوار خیلی کوچک است با استاندارد منطقه، 2 میلیون نفر میشه. یعنی 2 میلیون نفر در این دوره جابجا شده، زمیناشون گرفته شده و اینا فراری شدن. و از این 2 میلیونی که فراری شده 10 تا 20% که ما اگه میانگین بگیریم یعنی 15% از این مردم تنها تانستن خود به ایران و پاکستان برسانن و یا کشورهای آسیایی میانه که امروز ما زیاد از اونا خبر نداریم. از مجموع این 400,000 خانواری که فراری شده ما چی داریم امروز؟ یک هزارای کویتر داریم که یک تعدادشون در اواخر به حساب رفتن، یک در حدود 300,000 هزارایی است که یاد کمتر واقعا از دوران عبدالرحمن خان آمده، در حدود 1 میلیون شاید 1 میلیون بیشتر هزارهای خاوری ایرانی را داریم. و این اگر حساب کتاب دقیق تر بکنیم میبینید پیشتر ما گفتم که 68% به خانمان شده و اینال از 68% اگه 15%ش قتل عام شده باشه این درصد به چند میرسه؟ به 58%، که اگر معیار ما بیسود بگیریم، بیسودی که کمترین قتل عام در این صورت گرفته، خیلی 58% ما بر اساس بیسود میبینیم فقط مردمی که مهاجر شدن زمینایشان گرفته شده قتل عام شده. و چی تعداد از کسایی که ماندن قتل عام شده؟ حتما یک 4% که از کسایی که باقی ماندن که کشته شده. خیلی رقم 62% یک رقمی به دور از واقع نیست و فاجعه به مراتب زیادتر از این بوده که به نظر از من وقتی سراج تواریخ دقیق تر بخونیم حوادثی را که در اونجا میآید ما میبینیم که نه واقعا این فاجعه خیلی عمیق‌تر بوده. به هر حال من فقط میخواستم در مورد یکی از سوالاتی بود که شاید در ذهن خیلی از دوستا باشه، از جمله در ذهن خودم بود، یک مقدار روشنی بندازم. من زیاد مکث نمیکنم، در این قسمت میرم در بخش بعدی. در صحبت‌های قبلی هم بزرگوارا صحبت کردن که ما چرا نیاز است که بعد از 125 سال نسل‌کشی هزارها را بخوایم رویش کار بکنیم که به رسمیت شناخته شود و به حساب کنفرانس در موردش بگیریم، صحبت بکنیم. خب یکی از مسائلی که خیلی مهم است که ما چرا باید برای رسمیت شناختن نسل‌کشی هزارها پافشاری بکنیم است که واقعا تثبیت از این میتونه ما را کمک بکنه که از تاریخ خود بیاموزیم، اشتباهات تاریخی خود دوباره تکرار نکنیم. فرق نمیکنه، پیشتر استاد گفت امروز از جنوب اگر آمدن این فاجعه انجام داده، فردا ممکن است از مرکز باشه، دیگر روز از شمال باشه، هر کس ممکن است در حق هر کسی جنایت انجام بده. ولی صرف قبول امر، یعنی یک به رسمیت شناختن یک بخش از تاریخ یک جامعه به نظر از من خیلی مهم است و این ما را کمک میکنه برای که فردای تکرار نشود و یک آینده بهتر برای فرزندان خود بسازیم. ما 125 سال است که در یک مسیر حرکت میکنیم، هر روز نگرانی داریم. اگر در غرب هستیم بازم نگران هستیم که خدای نکرده نسل کشی در فلان جای صورت نگیره، در فلان جای صورت نگیره. تا به کی ما میخوایم چرخه را ادامه بدیم؟ و شروع از این است که حداقل کاری را که میتونیم وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده ما اونا را به رسمیت بشناسیم. اگر ما پافشاری میکردیم روی حادثه عبدالرحمن خان، تمام نیروهای از این مردم فرق نمیکرد از کدام قوم هستن، از کدام زبان هستن، روی از این مورد تایید میماندن و این تقبیح میکردن. امروز ما حادثه افشار را نمیداشتیم، حادثه نمیفهم شمالی را نمیداشتیم، حادثه نمیفهم بدخشان و جاهای دیگر را نمیداشت و حوادثی که فعلا داریم. چند روز پیش حادثه قندوز داشتیم، سبا ما نمیفهم حادثه که جا خواهد بود. با او خاطری خیلی مهم و اساسی است که رویش انگشت تایید بکنیم. همونطور که سال بوکر یکی از فعالین به حساب مبارزه با نسل‌کشی در افریقا میگه اگر ما قتل عام‌های دهه 20 محکوم میکردیم، در دهه 21 دیگه باز نسل‌کشی و قتل عام صورت نمیگرفت.
و دیگه به حساب برسمیت شناختن از این نسل کشی باعث از این میشه که همبستگی ما زیادتر شه. بعضیا فکر میکنن این مسائل اگه ما مطرح بکنیم جامعه خب عقده‌ای میشن، کلی احساساتی میشه، جنگ و خشونت زیاد میشه. خب این مسئله هم هست، ولی اگر صحیح و دقیق تر مطرح شه، با یک آگاهی مطرح شه، این نه تنها باعث به حساب تنش نمیشه بلکه همبستگی ها رو زیاد میکنه. به این خاطر زیاد میکنه که من که از یک نقطه است میایم تو رو درک میکنم که در یک مرحله تاریخی ظلم صورت گرفته، من این رو درک میکنم قد از تو چی هستم، به حساب از نگاه قلبی نزدیک هستم. اگه هیچ کار نمیتونم حداقل احساس همدردی میکنم. خود از این خب بسیار مهم است و این زمینه از این فراهم میکنه که اتحاد همبستگی ما و شما زیاد شه، تقویت روحیه ملی ما و شما تقویت شه. یک از مسائلی که ما داریم در افغانستان متاسفانه هنوز دولت ملت شکل نگرفته. اگر ما نیاییم مشکلات اولیه را که باعث این جدایی ها شده اونا را ارزیابی نکنیم، خب هیچ وقت به این نتیجه نمیرسیم. تا بکی ما بگیم نه امروز وقتش نرسیده صحبت نکنیم، فردا وقتش نرسیده صحبت نکنیم. ولی ما باز تاکید میکنم همونطور که استاد واعظی گفتن، این به این معنا نیست که امروز کلی احساساتی شیم بگیم بله ما سلام میگیریم و بیایم خدای نکرده یک جنایت مشابه دیگر ما اون تکرار بکنیم. این به این معنا نیست. و طبعا در کنار از او خب اعتماد ایجاد میکنه. فعلا یکی از مشکلات عمده از جامعه ما عدم اعتماد است. نه قوم در قوم اعتماد داره، نه گروهی در گروه دیگر اعتماد داره، همیشه با بدبینی صورت میگیره. ولو اگر قوم یک کار خیر انجام بده در یک کشور، همیشه این مسئله است که آدم چی است، یک ذهنیت به اعتمادی است، میگه پشت از این کدام گپ است. خب و این نیاز است و این برای به وجود آوردن اعتماد ما نیاز داریم کار بکنیم و کارش است که بعضی از واقعیت‌های تاریخی خود ما به رسمیت بشناسیم. من نمی‌فهمم در اینجا چطور است. در انگلستان وقتی شما سیتیزنشیپ میشین، یک بخش بسیار دقیق داره در اون مرحله، میگه ما در گذشته خود تاریخ گذشته ما هم نکات مثبتی داره و هم نکات ننگاوری داره. ما نمیتونیم بگیم نکات ننگاورش از ما نیست، فقط نکات خوبش از ماست. این کلش از ماست. این رو باید قبول بکنیم. از نکات به حساب باعث افتخارش افتخار میکنیم، نکات ننگاور و دردآورش تقبیح میکنیم، محکوم میکنیم و سعی میکنیم که دیگه تکرار نشه. خب در این قسمت ما دیگه میبخشید چون پراکنده صحبت شد، خدا کنه که وقت نگیرم. در قسمت دلایل وقوع حادثه دوران عبدالرحمن خان خب اشارات شد. ما بسیار در این قسمت اشارات زیاد نمیکنم، فقط چند موضوع رو میخوام توجه محققین جلب بکنم، چون در قسمت کتابای غربی کمتر مطالعه شده و خوب است که یک سری از مسائلی که در اونجا آمدم مد نظر گرفته شد و میتونه یک تصویر دقیق‌تر بده. البته برای که یک تصویر دقیق‌تر باید ما از دوره داشته باشیم، چند مسئله رو باید ما روش فکر بکنیم، یعنی کار شه. یکی نقش بازی‌های اون روز باید بازی‌های کلان اون روز باید با مد نظر بگیریم. فرض کن رابطه انگلیس و روسیه در گرید گیم یا بازی کلان وقتی شما بخوانین، در اونجا می‌بینید این منطقه حائلی که به نام افغانستان ایجاد میشه، در سیاست داخلی از اینا و یا سیاست بیرونی این کشور چه رقابت‌های بین انگلیس و روسیه وجود داشته و چرا در قسمت فرض کن قتل عام‌های هزارها با وجودی که دولت انگلیس روزانه ریپورت داشون میرسید، وقایع مختلف از یک کشور امروز سندهاش هست که شما میبینین در انگلستان فعلا چه است آزاد است، کلی شما میتونید در کتابخانه دسترسی داشته باشیم، میبینید که وقایع روزانه ثبت شده، ولی چه دلیلی داره که در او بخش اینا به حساب سکوت میکنن و رابطه او وقت روسیه با اینا چطور بوده؟ اینا مسائل هست که باید یک مقدار دقت زیادتر شه و کار شه. و یک از مسائل دیگه ای که به حساب یک مقدار باید بیشتر کار شه، وضعیت خود جامعه هزاره است و دوره باید ببینیم که ما در چی وضع بودیم. فرض کن در سال 1841 50 سال قبل از حمله عبدالرحمن خان، اولین ایجنت‌های بریتانیایی که رفتن در منطقه خصوصا نظارجات دیدن، اونا گزارش‌های خیلی جالبی داره اگر بخونید. فرض کن از جمله کسایی که اونجا رفته آقای کسی است به نام لیچ فرض کن یک موقعیت جغرافی هزاره رو خیلی بسیار ترسیم خوب میکنه، همونطور که در نقشه‌ای که آقای بودا نشان داد. دقیقاً این مناطق میگن که اینا به حساب سکنه به حساب مناطق بودن که هزاره زندگی میکردن. و بعد دو قسمت یک چیز دیگر هم که خیلی جالب بود برای خود من، روی جمعیت هزاره که وقت صحبت میکنه، جمعیت هزاره سنی و هزاره شیعه رو تقریبا اونجا مساوی میگن.
یعنی در او دوره در وضعیت بوده. خب طبعا مشکلات هزاره را مطرح میکنه و یک از مشکلاتی که اونجا مطرح میکنه خیلی ساده میگه این مردم هزاره با تمام ساده زیستیشان مشکلشان این است که خانه دای کندی خانه دای زنگی جنگ میکنه، خانه دای زنگی با خانه جاغوری جنگ میکنه و کل از اینا باز بین ایماقا جنجال است و البته او دوره ایماقا کلش جزء کاتگوری هزاره بین غربی هم شناخته میشده و با اینا درگیر است. خب به هر حال این قسمت تاریخ خیلی مهم است که برای بررسی دقیق‌تر حوادث ما ببینیم، یعنی بررسی بکنیم. وقتی ما از برده فروشی گپ میزنیم ما میگیم خب هزاره ها رو به بردگی گرفتن، کنیزی گرفتن. خیلی این تصویر داره که قرن 21 بوده، قوانین بردگی نبوده، برده فروشی در افغانستان نبوده. خب به هر حال یک قوم به نام هزاره رو برده گرفتن، این رو فروختن در بازار نه. ولی واقعیت امری است که در اون دوره خب بازار برده فروشی در منطقه جریان داشته. خود هزاره ها حتی اگر شما مطالعه دقیق تر بکنین بازار کلان برده فروشی در آسیای میانه در بخارا بوده و خیلی از خانهای هزاره همونطور که آقای واعظی گفت برای پانش کردن یا به حساب مجازات کردن به صورت برده فروش میکردن و خرید فروش میشد، یعنی بوده. ولی که در این دوره به حساب به صورت سیستماتیک هزاره برده فروشی میشه مسئله دیگه است که باید بحث شه که طبعا این مسئله مورد بحث است. مسئله دیگه ای که به نظر از من خیلی مهم است روش کار شه مسئله هویت هزارگی است. وقتی ما از هویت هزارگی صحبت میکنیم آیا هویت را که امروز ما به عنوان یک هویت هزارگی میشناسیم این هویت هزارگی در اون دوره هم وجود داشته یا نه؟ چطور بوده؟ آیا اما حس را که یک دایزنگی داشته با یک حسی که یک دایکندی یا یک جاغوری داشته هم نو بوده؟ آیا کدام تفکر عمومی در قسمت یک به حساب سرنوشت عمومی وجود داشته یا نه؟ هویت جمعی از این مردم چی بوده؟ که من فکر میکنم در این بخش حداقل من شخصا چیزی رو ندیدم و کمتر کار شده که اصلا هویت هزارگی در اون دوره چی بوده و وقتی ما صحبت از هزاره میکنیم این چیه؟ رابطش با هزارای ایماق چی بوده؟ با هزارای سنی چی بوده؟ و این کاتگوری خود چطور تعریف میکنه؟ فرض کو خود لیچ میگه در اون دوره البته چیزی که خودش شاهد بوده هویت هزارگی به این حالت نبوده. اکثرا خود فرض کو یک اگر جاغوری بوده خود جاغوری میگفته تا ای که بگه هزاره، یا دایزنگی بوده دایزنگی میگفته، ایماق بوده ایماق میگفته. این مسائل یک مقدار خیلی مهم است که بررسی دقیق‌تر صورت بگیره که بتونیم یک تصویر مشخص‌تر داشته باشیم. خب به هر حال هر آنچه که بوده من داخل بحث در این قسمت نمیشم، ولی پیشتر چیز است موضوع دیگه ای که در اون دوره بوده خب به هر حال یک همگسیختگی در روابط همگسیختگی در روابط اجتماعی بوده و احساس مشترک در قسمت سرنوشت واقعا وجود نداشته. ولی موضوعی که به حساب مطرح میشه است که برای جلوگیری از تکرار حادثه مثل دوران عبدالرحمن خان ما باید چی بکنیم؟ راه حل چی است؟ آن چیزی که خیلی به نظر مهم است یک همبستگی است و دیگر مشارکت جمعی است. یعنی هر دو باید مکمل یکدیگر باشه. همبستگی به این معنا که کلگمان یک شناخت دقیق تر داشته باشیم از سرنوشت مشترک ما. به هر حال ما و شما اگر درون هزارگی ببینیم به عنوان یک کتله‌ای که قتل عام شدیم و حالا در معرض تهدید هستیم، یک سرنوشت مشترک داریم و داخل یک کشتی هستیم که به حساب کشتی اگه غرق شود همگی شما غرق میشیم. خیلی نیاز است که یک همبستگی کلی ایجاد شد و اگر بین الافغانی ببینیم این همبستگی در سطح افغانستان مهم است ایجاد شد. یک همبستگی که کل مردم از کشوری را درک بکنه، کلی من درک بکنیم. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم در یک جغرافیای به نام افغانستان هستیم و اینجا باید زندگی بکنیم. یک راه حل است، یک راهی است که هر روز در جان یکدیگر بگفتیم، یکدیگر رو بزنیم، بکشیم، زندگی بکنیم. یک راه حل است. یک راه حل دیگه ای است که بله نه همین زندگی کوتاه است، همین 60 سالی نه کمتر زیادتری داریم، یک به حساب شرایط انسانی تری را برای خود برای فرزندان خود ایجاد بکنیم و در کنار یکدیگر زندگی بکنیم. و به او خاطر نیاز است که یک برای ایجاد از این مشارکت ملی نیاز است که به حساب این مسائل درک شود که همگی ما و شما یک سرنوشت مشترک داریم و به این خاطر نیاز داریم که
مشارکت داشته باشیم. و طبعا آگاهی یکی از مسائل خیلی مهمه که مشارکت زیاد میکنه. یکی از تاریخ آگاه باشیم، از شرایط فعلی آگاه باشیم، از مشکلات آگاه باشیم، باعث میشه که مشارکت ها به حساب رنگ بیشتر بگیره. مشورت تفاهم یکی از راهایی است که میتونه مشارکت به حساب زیاد همبستگی رو میبخشن، زیادتر بکنه، همبستگی ما زیادتر شه. خب مدارا و گذشت و این مسائل هم مسائل خیلی مهم و کلیدی است که به هر حال همبستگی ما و شما را میتونه گسترش بده. و بعد از او خب مشارکت جمعی است. مشارکت جمعی یعنی قبول همکاری آگاهانه و از روی میل و اراده برای رسیدن به یک هدف خاص باشه. انتظار نداشته باشیم که بله فلانی یک کار بکنه، فلان ارگان چرا کار نمیکنه، فلان شخص چرا کار نمیکنه، این کار بکنه، اینو کار نکنه. اول باید از خود سوال بکنیم که خودمون در این پروسه چی کار میکنیم و کلی ما سهم بگیریم و این به عنوان یک مشارکت جمعی به حساب یک فرهنگ مشارکت جمعی رو در درون جامعه خود نهادینه بکنیم که کلی ما در عرصه‌های مختلف مشارکت بکنیم و سهم بگیریم. خب کاری را که در داخل افغانستان ما میتونیم بکنیم با توجه به اینکه واقعا شرایط خیلی خیلی حساس است، خصوصا امروز در یک شرایط هستیم که نیروهای طالبان هر روز قوی تر میشه. از طرف دیگه حکومت وحدت ملی ثبات خاص خود ندارد، تنش در درون دولت بیش از اندازه زیاد است، نیروهای فکری از جامعه در حال گریز است و نیروهای فکری از جامعه در حال گریز است و از طرف دیگر گروه تندرو به نام داعش هم در منطقه شکل گرفته و فتوای نسل‌کشی و حساب یا کشتن شیعه ها را خوب دادن در خاورمیانه ما میبینیم. با او خاطر وضعیت برای ما و شما خیلی پیچیده است، خصوصا برای هزارها که به نظر از من زمان از این رسیده که هزارها این شرایط حساس درک بکنه و این شرایط به مراتب شرایط سخت‌تر از دوران قبل از ورود مجاهدین به کابل که حزب وحدت تشکیل شد. از اون دوره کدام شرایط بحرانی و سخت‌تر است و از طرف دیگه خب در دوران عبدالرحمن خان اگر یک جنگ بین الافغانی بود، حال امروز یا بین اقوام بود، یک گروه بین المللی تحت نام داعش خود در اینجا شکل گرفتن کار میکنه و این وضعیت پیچیده میکنه. با این خاطر خیلی مهم است که در این شرایط کلیگمان برای یک راه حل بهتر فکر بکنیم و من فکر میکنم رهبرای سیاسی از جامعه و روشن فکرای ما باید روی یک طرح کار بکنه که یا یک ساختار وحدت تشکیلاتی رو به وجود بیاره و اگر امکانش وجود نداره یک ائتلاف سیاسی بین گروه های مختلف از این جامعه باید صورت بگیره که در شرایط کنونی بتونن این جامعه را از این طوفان بسیار به حساب شدید نجات بدن و از طرف دیگه این گروه بتونن با یک ارائه طرح ملی و در هماهنگی با سایر اقوام و گروه دیگه بتونه افغانستان از این مرحله بسیار حساس خارج بکنه. خب در بیرون کارهایی را که میشه کرد از جمله است که فعالیت‌های حقوق بشری خود ما گسترش بدیم. به هر حال ما نیاز داریم که افکار عمومی غرب تغییر بدیم، چیزی که خیلی مهم است برای دادخواهی ما تغییر افکار عمومی غرب است. تنها ابزاری را که فعلا مردم ما شما دارن ابزار افکار عمومی است و ما اگر افکار عمومی غرب و دنیا را و افکار عمومی خود افغانستان، مردم افغانستان به نفع خود نداشته باشیم، در این مرحله نمیتونیم از اون چیز نجات پیدا کنیم و از این مرحله به سلامت به پیش بریم. به او خاطر خیلی مهم است که در این عرصه کار بکنیم و تلاش بکنیم که افکار عمومی را تغییر بدیم. به هر حال نیاز است که اگر کسی توانمندی قلمی دارن نوشته کنن، مقالات ما زیادتر به انگلیسی باشه، به زبانهای خارجی باشه، ارتباطات زیادتر گرفته شود. نمونهش فرض گروه پارلمانی را که در انگلستان به نام هزاره اول پارلمنتری گروپ ایجاد شده نمونه خوبی میتونه باشه برای مردم ما و شما در کشورهای مختلف. فرض کنید در سویدن اگر این اقدام جدی را شما بکنید که حداقل یک گروه پارلمانی مشابه اینجا باشه که گروه پارلمانی در جریان وضعیت افغانستان قرار بگیره، وضعیت حقوق بشری کار بگیره، خوب میتونه کمک بکنه.
به هر حال از ظرفیت هایی که در اینجا داریم استفاده بکنیم. اگر امروز 250,000 هزاره تقریبا در کشورهای غربی و استرالیا و آمریکای شمالی است، هر کدام از اینا میتونه یک سفیر باشه و هر کدام از اینا میتونه نقش خود بازی کنه به شرطی که آگاهانه عمل بکنه. و من خواهشم است که در این قسمت این مسائل خیلی جدی بگیرید. پتانسیل خیلی وجود داره برای دادخواهی و تغییر افکار عمومی و ما نیاز داریم که در یک هماهنگی کار بکنیم. البته در این قسمت شورای جهانی کارایی را کرده و از تقاضای ما از شما دوستا است که بیاین سهم بگیرین. اینمی شورای خودتان است و اینمی بر حال بعد از مبادله بحث و مبادله و نظرخواهی از تمام از نخبه‌های از جامعه در غرب شکل گرفته. این سرمایه به حساب معنوی و مادی کلی ما و شما است. به هر حال هرچند که ممکن است کم باشه هزاره، خب اقتصادش هم ضعیف، سرمایه مالی و معنویش هم ضعیف‌تر. به هر حال اینمی از خودتان است بیاین سهم بگیرین و که بتونیم با از یک آدرس مشخص‌تر بتونیم راحت‌تر و خوبتر و مؤثرتر کردها و ارمنا رو شما بررسی میکنیم، میبینیم که اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی کردن و ما و شما میتونیم با یادگیری از اونا، از تجربات از اونا میتونیم مسیر رو که اونا طی کردن ما و شما به حساب طی بکنیم. به هر حال در قسمت پیشنهاد که آقای واعظی صاحب کردن پیشنهاد بجاست. فقط من میخواد خدمتتون بگم که در این زمینه شورای اقدامات را کرده، ارتباطات هم باز بعضی جا گرفته شده. امیدوار هستیم که با همت از شما، همکاری شما بهتر و خوبتر نتیجه بده. به هر حال تشکر، سپاس از اینکه گپای پراکنده مرا گوش کردید. امیدوار هستیم که خسته نشده باشیم. تشکر از همه. جهان سپاس از جناب دکتر سیب شاران. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اگر دست سر دست بانیم و یک به امید دیگه بشینیم شاید به هیچ جایی نرسیم. پس بهتر است که دست به دست هم بتیم تا بتانیم این کشتی طوفان زده را از این مرحله نجات بتیم و به ساحل حقیقی برسانیم. در آخر قسمت اول ما از جناب آقای زیایی تقاضامند هستم که با صحبت مختصر خود برنامه قسمت اول پایان برسانم. دکتر صاحب شاران و استاد یزدانی و همچنین استاد واعظی، خواهر گرامی راحله جان و همه دوستانی که در اینجا حضور دارید، ما از طرف اتحادیه شهمامه و سلسال از یکایک شما عزیزان کمال سپاس و شکرگزاری را داریم. ما خیلی خوشحالیم که بعد از 3 سال از تأسیس اتحادیه سراسری شهمامه و سلسال امروز این گرد همایی و این حضوری با کیفیت و پرشور را داریم. ما در روزهای اول که گام‌های ابتدایی را برای تشکیل اتحادیه شهمامه و سلسال برمی داشتیم، یکی از آرزوهای بسیار بزرگ ما این بود که روز بتوانیم با حضور دانشمندان، متفکران، نویسندگان و روشنفکران جامعه خود، مردم هزاره، صدای واحدی را ایجاد بکنیم و این صدا را در ولو به شکل بسیار ابتدایی بلند بکنیم. و ما خوشحالیم که امروز به یکی از اهداف و آرزوهایمان رسیدیم. این کنفرانس گرچه و همه ما میدانیم و ما باور داریم، اعتقاد داریم که کنفرانس آنچه که ما آرزویش را داشتیم و آرزو داریم شاید نباشه، ولی این بهترین گام است و بهترین اقدام است که در این نقطه از جهان و در این منطقه
برداشته می شود و امیدواریم که ما با همکاری و همیاری شما عزیزان، با همکاری دانشمندان همچون استاد واعظی، استاد یزدانی، دکتر صاحب شاران و همچنین دانشمند عزیز ما اسد بودا که الحمدلله امروز در جمع ما اینجا حضور یافتند، بتوانیم این صدا را هرچه بلندتر، منطقیتر و گویاتر مطرح بکنیم. قابل یادآوری است که اتحادیه شهمامه و سلسال قبل از این نیز گام‌های مؤثر را در این جهت برداشته است. گرچه ما نتوانستیم که کارها و فعالیت‌ها، اقداماتی که در جهت بلند کردن صدا و رساندن پیام مردممان برداشته ایم برای مردم خود برسانیم، ولی باید به یاد داشته باشیم که اتحادیه شهمامه و سلسال از جمله توانست که با برقراری ارتباط بسیار محکم بجا و انسانی صدای مردم را و پیام مردم را حداقل در دولت و پارلمان سویدن برسانه و از نمایندگان پارلمان سویدن دعوت بکنه در تظاهرات و گرد همایی هایی که اتحادیه برگزار کرده بود اونها سخن بگوید. تلاش و زحمت و کوششی افراد و یکایک از اعضای شهمامه و سلسال بود که نمایندگان پارلمان سویدن از وزارت خارجه سویدن بخواهد که در ارتباط با سرنوشت هزارها در افغانستان و ایران و پاکستان بررسی های ویژه‌ای را انجام بده. و این برای اولین بار بود که یک وزیری از کشور سویدن برای نماینده‌ای که از او پرسیده بود پیام رسمی و کتبی بنویسد که بله ما مردم هزاره را و موقعیت هزاره ها را در کشورهای افغانستان و ایران و پاکستان درک میکنیم و وضعیت اونها را همیشه مورد بررسی قرار داده ایم و همیشه هم در برنامه‌های سیاسی ما قرار داره. اینها گرچه نمیتوانه ما را قناعت بده که ما کار بزرگ کردیم، ولی از جمله کارهایی است که اتحادیه شهمامه و سلسال انجام داده است. و همچنین برنامه‌ای که دوست عزیز ما آقای صداقت بابا سکرتر اتحادیه شهمامه و سلسال در آغاز این جلسه یادآوری کرد، ما بنا داریم که انشاءالله کانفرانس یا سمینار بزرگی را با کیفیت عالی‌تر با حضور زنان و مردم خود و همچنین دیگر انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در مرکز پارلمان سویدن برگزار بکنیم. و اینها نشان می‌دهد که اگر ما تصمیم بگیریم، اگر ما عزم داشته باشیم، ما می‌توانیم کارهای بزرگ را انجام بدیم و ما می‌توانیم که پیام مردم خود را با زبان ساده و گویا اما با صلابت به گوش مردم دنیا برسانیم. و ما می‌دانیم که کشور سویدن، خصوص پارلمان سویدن، از جمله مراجع و مراکز بسیار مهمی است که در ارتباط با قتل عام‌های مثل قتل عام ارمنی‌ها و کردها، برای بررسی قتل عام‌ها و برای محکومیت قتل عام‌ها کارهای بزرگ را انجام داده. و ما اگر بتوانیم که این پیام را به طور بسیار واضح و روشن حداقل برای اعضای پارلمان دولت سویدن برسانیم، اینها هم آمادگی دارد تا اینکه به گفته خود وزیر خارجه سویدن مسائل هزاره ها را بعد از این با جدیت دنبال بکنه. ما امیدواریم که این کنفرانس هم از طریق خود اتحادیه شهمامه و سلسال، از طریق سکرتریت اتحادیه شهمامه و سلسال
برای پارلمان سویدن، برای وزارت خارجه سویدن و برای دیگر مراجع و مراکز برسه که این مردم دردش چه بوده و امروز خواسته ایشان چیست. خواسته ما خواسته انسانی است. ما میخواهیم روایتگر مظلومیت صدها هزار بلکه میلیون ها انسان مظلوم و قتل عام شده مردم و ملت خود هستیم. ما میخواهیم و این از حق ماست که در ارتباط با خواسته ما تحقیقات، بررسی های قانونی و شفاف انجام شود. اگر قتل عام صورت گرفته باشد، اگر قاتلان ما مشخص می شود و شناسایی می شود، او محکوم شود و این خواسته اول و آخر ماست. امیدوارم که کنفرانس امروزی هم با موفقیت انشاءالله و پایان برسه و یک بار دیگر از حضور یکایک شما عزیزان خصوص اساتید محترم تشکر و سپاسگزاری می نمایم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نهایت سپاس از آقای استاد محترم ضیایی. حالا قسمت دوم برنامه را بسیار به عجله شروع میکنیم چون وقت کم است و این قسمت هم بسیار مهمه.